سلام علیکم رحمت الله استاد جان. و انشاءالله علیکم خوب السلام سلامت و باشید. رحمت الله. الحمدلله خواهرم بفرمایید. استاد سه سوال من بود انشاءالله کوتاه میگم. یکم سوالم درباره جوانهایی که با بهانه همسرم رو دوست می‌دارن زود جدا میشوند. شما استاد درباره همین موضوع چی میگفتید؟ درباره جوانهایی که من همسرم رو دوست نمیدارم یا دخترک هایی که من به شوهر خود دل نبستم گویان جدا میشوند، اولا باید همگی بدانیم خواهران عزیز که پایه زندگی و حتما این رو هر یک مادر به فرزند خود چه دختر چه پسر باید برساند. پایه زندگی دو نوجوان بر اساس عشق و دوستداری نه، بر اساس اخلاق و دین استوار می شود. و جعلنا بینکم المودت و رحمه میگوید الله، بین شما مودت و رحمت رو آفریدیم. مودت کلمه عشق نیست و مودت یکدیگر رو دوست داشتن و احترام کردن و رحمه به یکدیگر رحم کردن، ظلم نکردن است. اما کلمه این که اگر ساده کرده گویم من عاشق نشده گرفتم، بین ما هیچ عشق وجود ندارد و نداشت. عشق چیزی هست که یک بار پیدا می شود و بعداً می میرد. برای همین نسبت الله کلمه عشق دادن را تقریبا تمام علمای اهل سنت اجازه نمی دهند. محبت دوست داشتن هست، چون دوست داشتن پیدا می شود و زیاد می شود. اما عشق یک غریزه هست که یک بار پیدا می شود، آتش می گیرد، بعد از آن خاموش می شود. و برعکس بر اساس عشق هر خانه که بنیاد شد یک بار دوست داشتی، بعدا آن آتشی مثل شهوت گویا خاموش شد، دیگر در آن لذت وجود نمی ماند. اما بر اساس اخلاق، بر اساس انسانی، بر اساس مودت، مهربانی و رحمت، یعنی رحم کردن و ظلم نکردن، خانه‌ای که بنیاد شد اگرچه عشق نباشد هم در آنجا آرامش و استقرار وجود دارد. شاید هر یکی شما شاهد باشید دو جوانی که به هم عشق و عاشقی کردن، پس از مدت از زندگی از به هم دیگر نفرت دارند. آن مردی که به او عاشق شده بود که این چیز رو الکی تجربه دارد، به چند کسی دیگر بعداً عاشق شد. یا زنی که به نام عاشقی شوهر کرده بود پس از مدت به شوهر نفرت کرد. اما آنهایی که بر اساس انسانگری، بر اساس محبت، خصوصا بر اساس رحم، یعنی برای به یکدیگر ظلم نکردن، عائله بنیاد کردن، آنها هر چی در زندگی شد به همدیگر ظلم نمی کنند. برای همین گمان نکنید که همه خانه ها بر اساس عشق و دوستداری هست. خانه ها بر اساس مهربانی و بر اساس به همدیگر ظلم نکردن بنیاد می شود. و این فکر خطا هست که باید به شوهرت عاشق باشی، باید شوهر خیلی زنی خود را دوست دارد. خیلی ها هستند میگویند من دوست میدارم اما ظلم میکنند. برعکس، وقتی که آدم و آدمگری هست، وقتی که انصاف است، وقتی که مهربانی هست، انا اونجا شما میتوانید خانه‌تان بنیاد باشد و خانه‌تان آباد و آرامش یابد. بر این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی خواستگار آمد که اخلاق دارد و دین دارد، دختر خود را بدهید. به پول او نگاه نکنید، به تا چه اندازه دل اینها به هم دیگر چسبید نگاه نکنید. دین باشد و اخلاق باشد، اینها به هم دیگر ظلم نمیکنند. اینها به همدیگر صبر میکنن، اینها از خطاگی همدیگر چشم میپوشن. اما دین نیست و اخلاق نیست، اونجا شهوت است، اونجا منی هست، اونجا خواسته من هست، اونجا من چی خواهم آن میشود هست. هزار بهنام عشق و دوستداری باشد هم آن خانه دیر دوام نمیکند. اگر دوام کند هم فقط بر اساس جنگ و جنجال دوام میکند.